سعید میخوام زن بگیرم. به پس قراره بزنیم و برقصیم. خب خونه داری؟ نه ندارم. ماشین؟ اونم ندارم. درآمد؟ در واقع ماهی 20 تومن. نمیشه که. خب شما میفرمایین که چیکار کنیم؟ خب یه پراید بگیر بابام، خونه هم میخواد جونم. زامنی نمیشناسم، خستاشم نمیتونم. گرونه لباس عروس تالا را همه پرخرج. دخترا میگن اینو داره واسه ما عروسی که میشه بساطمون جور نیست. نداری خب نگیر متحر، این زور نیست. همه آرزوها در حال پروازن، خود دختر و هم جهازشون جور نیست. عروسی نمیشه چرا؟ با مقدوریست. خوندی شهید بهشتی، چه فایده ای داره؟ رفیقم که شریف خون، طفلی اونم بیکاره. این شرایط داغون واسه ازدواج عجیبه. جوونا رو میکشونه از فکرش حتی بیرون. تو خواستگاری مثل یه دست و پا جلفتی، به پا که اسیر مهریه سنگین نیفتی. گفتم به تو اوضاع گوه مملکتو نگی که نگفتی. چی گفتی؟ میگم جوونا گشنن، نون ندارن بخورن، تو میگی خواستگاری؟ زن بگیرم. اسپانسر یول هیر.